خب نازنین جان، یک سوالی که پیش میاد، فکر میکنی میخوای این کتاب رو به زبانهای دیگه ترجمه بکنی؟ بستگی به بازخوردی که میگیره واقعا داره. یک اتفاق جالبی که برای این کتاب افتاد این بود که من قبل از اینکه اینو چاپ بکنم، در واقع به علت اینکه متن روی اینستاگرام بود، متوجه شدم که آیا ازش استقبال خواهد شد یا نه، یا مثلا اقشار مختلف مردم چه عکس‌العملی دارن. به خاطر همین این رو مثلا به فارسی ترجمه کردم، ولی بله اگر به زبونهای دیگه هم ترجمه بشه که دیگه خیلی عالیه. ولی من تسلطی که روی انگلیسی و فارسی دارم، با اینکه در حد اینترمدیت سواد فرانسه هم دارم، تو هیچ زبون دیگه ندارم و همش نگران میشم اگه بخواد ترجمه بشه نکنه باز جوهر کلام عوض بشه. ولی ایشالا اگر مخاطب داشته باشه خودش به صورت خودجوش بعدها ترجمه خواهد شد. چیزی که خیلی جالبه اینه که وقتی من این متنا رو می نوشتم رو اینستاگرام میذاشتم، خیلی نگران بودم که یه عده‌ای نیان بگن خانم حالا مثلا این همه بدبختی هست، شما چرا مثلا وقتتون رو گذاشتین راجع به این چیزا حرف میزنی. بعد خیلی من شگفت زده شدم از اینکه واقعا از طبقاتی از اجتماع که من اصلا توقع نداشتم با این متنا ارتباط برقرار کنن میومدن به من میگفتن وای خانم خدا عمرتون بده، کاش اینا رو تلویزیون میگفتن، کاش تو مدرسه ها به بچه هامون یاد میدادن، مرسی. بعد چیزی که جالبه اینه که تو فضای مجازی به خصوص هموطنهای ما که از 1001 چیز کلافن، خیلی اگریسیو، خیلی دعوایی، خیلی متلک هی به هم میندازن زیر پستا و اینا. یک بار توی این 3-4 سالی که این متنا روی اینستاگرام بود و خیلی هم زیرش چیز میز می نوشتن و به من مسیج می دادن اینا، کوچکترین بی احترامی نه به حرفای همدیگه کردن نه به من. بسیار عالی. خیلی خیلی خوشایند بود.